سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 36 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز کردن این درس امروز اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید، به نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزمون چنین است. Fall 7 times, stand up 8. Japanese proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود 7 بار افت و 8 بار خیز. مقال ژاپنی. چخیلی که میدونید ما در chapter 5 یعنی در باب پنجم کتاب قرار داریم و موضوع باب پنجم کتاب talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر و موضوع امروزه ما prepositions of time می باشد. بگذاریم به صفحه دیگر. درس 36 چخیلی که گفتیم موضوع امروزه ما prepositions of time می باشد و prepositions of time این کلمه های می باشد که هنگام گپ زدن درباره زمان ما پیش از کلمه ها استفاده می بریم. در پایان روی خط آنها را نوشته ایم و prepositions of time داخل می شود کلمه at, in, on, from, to. در پایان یک تا مثال آورده ایم، یک چند تا مثال آورده ایم. We sleep at night. ما در شب خواب میکنیم. پیش از کلمه night یعنی پیش از زمان preposition at استفاده بردیم. جمله دیگر He was born in 1885. وی سال 1885 تولد شده است. پیش از سال کلمه in استفاده بردیم. جمله دیگر I have class on Monday. من روز دوشنبه درس دارم. پیش از کلمه Monday یعنی پیش از کلمه دوشنبه ما preposition on استفاده بردیم. در این درس نیز ما جای استفاده برای این preposition ها رو به شما می آموزانیم. بگذاریم به موضوع درس امروزه. چخیلی که گفتیم موضوع امروزه ما prepositions of time می باشد و با کلمه های at, in, on, from, to در زبان انگلیسی prepositions of time می گویند. بیایید ببینیم که کلمه at در کجا استفاده می شود. مثال A را می خوانیم. We have class at 1 o'clock. ما در ساعت 1 درس داریم. پیش از ساعت کلمه at استفاده می شود. مثال B را می خوانیم. I have an appointment with the doctor at 3. من در ساعت 3 با دکتر درخواست دارم. در اینجا هم پیش از ساعت کلمه at استفاده شد. مثال C. We sleep at night. ما در شب خواب میکنیم. پیش از کلمه at نیز preposition پیش از کلمه night نیز preposition at آمد. در اینجا جای استفاده برای preposition at آورده شده است. یکم at plus a specific time on the clock. یعنی at جمع وقتی خاص در ساعت یعنی پیش از ساعت وقتی که ما درباره ساعت گپ زنیم preposition at می آید. دوم باشد at plus night. پیش از کلمه night یعنی پیش از کلمه شب preposition at استفاده می بریم. preposition in. مثال D. My birthday is in October. زادروز من در ماه اکتبر است. پیش از ماه اکتبر کلمه in آمد. مثال E. I was born in 1989. من سال 1989 تولد شدم. پیش از سال کلمه in آمد. مثال F. We have class in the morning. ما سحر درس داریم. پیش از morning کلمه in آمد. مثال G. Bob has class in the afternoon. باب بعد از نصف روزی درس دارد. پیش از بعد از نصف روزی کلمه in آمد. مثال H. I study in the evening. من بیگاه درس میکنم. پیش از بیگاه کلمه in آمد. جایهای استفاده برایش را میخونیم. In plus a specific month. in جمع ماهی مخصوص، ماهی معین. یعنی پیش از ماه ها در زبان انگلیسی preposition in استفاده می شود. دوم in plus a specific year. in جمع سالی مخصوص.
یعنی پیش از سالها در زبان انگلیسی preposition in میآید. چه که در مثال ها دیدید اگر ما ماه استفاده بریم یا سال استفاده بریم پیش از آن preposition in استفاده می شود. و سیوم پیش از کلمه the morning, the afternoon, the evening یعنی سحر بعد از نصف روزی بگاه کلمه in preposition in استفاده می شود. We have class in the morning. Bob has class in the afternoon. I study in the evening. یعنی در این جای ها preposition in استفاده می شود. اکنون میگذاریم و preposition on. مثال I have class on Monday. من روز دوشنبه درس دارم. مثال J I was born on October 39, 1991. من 31 اکتبر سال 1991 تولد شدم. جایهای استفاده برایش رو میخونیم. On plus a specific day of the week. On جمعی روزی هفته، روزی مخصوصی روزهای هفته یعنی دوشنبه، سه‌شنبه، دلخواه روزی هفته. مثال دیگر on plus a specific date. on جمعی تاریخی روز یعنی درباره یکم تاریخی معین گپ زنیم. در اینجا preposition on استفاده می‌بریم. در یکم گفتم که پیش از روزهای هفته کلمه on استفاده می شود. در دوم باشد پیش از تاریخی روز یعنی در تاریخ داخل می شود. هم روز، هم ماه، هم سال. در بالا اگر تنها ماه استفاده بریم یا تنها سال استفاده بریم این استفاده می‌بریم. اما همه‌اش یک جای باشد در این وقت on استفاده می‌بریم. همه‌اش رو یک جای میگیم date یعنی تاریخی روز. اکنون میگذاریم با from to از تا. مثال کی We have class from 1 to 2. ما از ساعت 1 تا ساعت 2 درس داریم. From a specific time to a specific time. از یک وقت معین تا یک وقت معین. وقتی که درباره یک وقت معین سرشوی و انجام یکم کار گپ زنیم در این وقت from to استفاده می‌بریم. چه که در مثال آوردیم We have class from 1 to 2. ما از ساعت 1 تا ساعت 2 درس داریم. Exercise 3 مشق سیوم. برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق سیوم را اجرا میکنیم. Complete the sentences with prepositions of time. جمله ها را با prepositions of time پورا نمایید. مثال یکم را خود کتاب اجرا کرده است. We have class at 10 o'clock. ما در ساعت 10 درس داریم. چه که گفتیم پیش از ساعت کلمه at استفاده می‌بریم. در جمله دیگر از یگان وقت تا یگان وقت آمده است. از این رو from to استفاده می‌بریم. We have class from 10 to 11. ما از ساعت 10 تا 11 درس داریم. I have class the morning آمده است و the afternoon. چه که می‌دونید ما پیش از morning و afternoon کلمه in استفاده می‌بریم. I have class in the morning and I work in the afternoon. من سحر درس دارم و بعد از نصف روزی کار دارم و یا کار میکنم. در جمله دیگر نیز the evening آمده است. مثل جمله بالا in استفاده میبریم. I study in the evening. من بگاه درس میکنم. جمله دیگر night آمده است. پیش از night گفتیم که at استفاده میبریم. I sleep at night. من شب خواب میکنم. در جمله دیگر May ماهی مای آمده است و پیش از ماه ها گفتیم که in استفاده میبریم. I was born in May. من در ماه مای تولد شدم. در جمله دیگر سال آمده است و پیش از سال ها نیز گفتیم که این استفاده می‌بریم. I was born in 1988. من سال 1988 تولد شدم. در جمله دیگر تاریخ روز آمده است و پیش از تاریخ روز گفتیم که on استفاده می‌بریم. I was born on May 21. من 21 می تولد شدم. در جمله دیگر نیز تاریخ روز آمده است و اینچنین سال هم آمده است. در اینجا هم on استفاده می‌بریم. I was born on May 21, 1988. من 21 می سال 1988 تولد شدم. در جمله دهم Sundays یعنی روزهای هفته آمده است. در پیش از روزهای هفته گفتیم که on استفاده می‌بریم. The post office isn't open on Sundays. پسته ها روزهای یکشنبه گشوده نیستند. در جمله 11 از سرشوی تا انجام آمده است. از این رو from to استفاده می‌بریم. The post office is open from
8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. پشتا از ساعت 8 تا 8 سحر تا 5 بگاه دوشنبه تا روز شنبه گشوده است. در جمله آخر ساعت آمده است. پیش از ساعت گفتیم که at استفاده میبریم. The post office closes at 5 p.m. پشته ها ساعت 5 بگاه محکم میکنند. میگذاریم به صحیفه دیگر. Exercise 4 مشق چهارم. برای موضوع امروزه را باز هم خوبتر فهمیدن مشق چهارم را نیز اجرا میکنیم و شرط مشق چهارم این identify the people in the pictures شخص های در رسم ها بوده را معین نماید. ما مشق را میخونیم و میگوییم که این درباره کی گفته شده است. مثال یکم را میخونیم. I was born July. پیش از ماه ها گفتیم این استفاده میبریم. I was born in July. من در ماه ایول تولد شدم. I was born July 7. July 7 هفتم ایول. پیش از تاریخ روز گفتیم که آن استفاده میبریم. I was born on July 7. من هفتم ایول تولد شدم. هفتم ایول تام تولد شده است. So my name is Tom. نام من تام است. جمله دوم. I was born پیش از سال گفتیم که این استفاده میبریم. I was born in 1980. من سال 1980 تولد شدم. I was born June 24, 1980. پیش از تاریخ روز گفتیم که آن استفاده میبریم. I was born on June 24, 1980. من 24 یونی سال 1980 تولد شدم. 24 یونی سال 1980 ان تولد شده است. My name is Ann. جمله دیگر. I go to class. The morning آمده است. پیش از morning گفتیم که این استفاده میبریم. I go to class in the morning. من سحر به درس میروم. I go to class 7. ساعت 7 به درس میرود. پیش از ساعت گفتیم که at استفاده میبریم. I go to class at 7. من ساعت 7 به درس میروم. ساعت 7 به درس لیزا میرود. My name is لیزا. نام من لیزا است. Hi, my name is. حالا معلوم نیست که کی است. I was born. پیش از ماه گفتیم که این استفاده میبریم. I was born in July. من ماه ایول تولد شدم. I was born July 24. من 24 ایول تولد شدم. پیش از تاریخ گفتیم که آن استفاده میبریم. I was born on July 24. من 24 ایول تولد شدم. I go to class the morning. پیش از the morning گفتیم که این استفاده میبریم. I go to class in the morning. من سحر به درس میروم. 24 ایول این ران میباشد و اینچنین کلمه دیگری که ما از آنجا میفهمیم این in the morning میگوید و ساعت 11 am این میشود ساعت 11 سحر. So hi, my name is Ron. سلام، نام من رون میشود. New words کلمه های نو. Morning سحر. Afternoon بعد از نصف روزی. Evening بگاه. Tonight امشب. Specific time وقتی خاص و یا وقتی معین. January ینور. February فوریه. March مارچ. April اپریل. May مای. June ایون. July ایول. August آگوست. September سپتامبر. October اکتبر. November نوامبر. December دکبر. This year امسال. Last month ماه گذشته. Born تولد شدن. Appointment درخواست. Identify معلوم کردن. درخواست این وقتی که شما پیش از به دکتر رفتن و یا پیش از ملاقات کردن وقت میگیرید به آن میگوییم درخواست. در زبان انگلیسی به این میگویند appointment. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما میدهیم. یکم مشق‌های کتاب رو به دفترتون نویسید. مشق‌های 3 و 4 کتاب رو از نو مستقلانه خودتون به دفترتون نویسید. دوم با prepositions of time at, in, on, from, to 5 جملگی یعنی در عموم 20 جمله نویسید. سوم
калимаҳои навро азёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода намоед. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад. агар ба канал обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед, ба наворо лайк гузоред, фикрҳои худро барои беҳтар кардани сифати дарсҳо дар шарҳҳо нависед. ин наворо ба дӯстон ва наздиконатон равон кунед ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.